درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکم آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره کنی و راهبری تعبیر می شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افینه صورت گرفته است. همچنین کروشنامه در باره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می دهد. کتابی هشتم، بابی هفتم. در حقیقت آدمانی بسیار با نزدیکان خیش دوستی دارند. پدر و مادر با فرزندان، برادر با برادر، ولی بعضی آنها نسبت به همدیگر تماماً برعکس عمل می کردند. کدام آنهایی را که طبق مشاهده های شما طرز فعالیت قبول شده بیشتر مفید باشد، همچون نمونه کار و پیکارتان پذیرایید و خطا نمی کنید. اما این سخنان شاید در این باره بسنده باشند. اما جسد مرا فرزندانم، وقتی که من میمیرم نه با طلا و نه با نقره و نه با چیزی دیگر زینت ندهید. باید ترک نماید. برای همین اگر کسی از شما تا دمی که زنده ام نیتی به دستم با دستهایتان رسانیدن یا به چشمانم نگاه کردن داشته باشد، بگذار به نزدم بیاید. اما وقتی که سرم را می پوشانم، در آن حال خواهش می کنم که به یگان کس، حتی به شما فرزندانم، ضرور نیست که به من نگاه بکنید. فقط همه پارس های و هم پیمان های من را به سر قبر من دعوت نمایید تا که آنها برایم شادی کنند، زیرا بعد از این من در امنیت قرار دارم و الکی یگان کاری بد بسرم، خواه در میان خدایان باشم و یا اگر به هیچ چیز تبدیل یابم، نخواهد آمد. آنهایی که برای وداع می آیند، چنان که برای یادبودی شخص خوشبخت قبول شده است، سخاوتمندانه با هدیه ها سرفراز نمایید و مصلحت آخری مرا در یادتان نگاه دارید. اگر شما به دوستانتان نیکی کنید
همیشه دشمنان خود را نیز جزا داده می توانید. حالا باشد الوداع فرزندان عزیز و به مادر خود ودای آخر. واقعیت آنکه شاهیگری کوروش در بین دولت‌های آسیا با حشمت‌ترین و تواناترین بود، الکی از اندازه حدود آن تصدیق می‌گردد. آن در شرق با بحر سرخ، در شمال با پانت یفسینسکی، در غرب با کیپر و مصر، در جنوب با افیوپیا هم سرحد بود. شاهیگریش آنچنان بزرگ بود که تنها با اراده خود کوروش اداره می شد. تابعانش را عزیز می داشت و مانند فرزندان خودش در حق آن غمخواری می کرد. ولی از جانب دیگر خلقهای تابع کوروش نیز او را چون پدر خود گرامی می داشتند. اما وقتی که کوروش وفات کرد، پسرانش در حال به نزاع وارد گردیدند و فی الفور سقوط شهرها و قومها آغاز یافته حال همه چیز بدتر می شد. من کوشش می کنم نشان دهم که راست می گویم و از مقررات خدایان شروع می کنم. می دانم که در زمانهای پیش شاه و تابعانش به وعده هایشان از طریق یا سوگندخوری و یا دستفشاری عادی، حتی نسبت به آنهایی که جنایت‌های وزنین‌ترین صادر می‌کردند، حتماً وفا می‌کردند. اگر آنها چنین نمی بودند و آبروی اعتبار موافق نمی داشتند، هیچ کس به آنها باور نمی کرد، چنان که حالا رایج است، در حالی که بیشرفی پسران کوروش به همه معلوم شده و آنها هیچ کس باوری ندارد. در این حال استراتژی هایی که راهبری سربازانی را به دوش گرفته بودند و با کوروش به جنگ می رفتند نیز به آنها باید باور نمی کردند، ولی با تکیه به آبروی و نفوذ پیشتره پارس ها و ایشان اعتمادشان را نگاه می داشتند. سپس آنها را به نزد شاه برده سرهایشان را از بدنشان جدا کردند. از بین بربرهایی که در آن محاربه حربی شرکت ورزیده بودند، بسیاری آنها نیز با وعده‌های گوناگون فریفته شده به هلاکت رسیدند. پارس ها حالا در جنبه دیگری مناسبت با آدمان خیلی بدتر شده اند. پیشتر تنها آنهایی که جان خود را برای شاه در خطر می گذاشت یا یگان شهر یا خلق را به قدرت او تابع می کردند و یا یگان کار عالی جناب برای او به اجرا می رسانیدند مکافات می گرفتند و حالا باشد هر کسی به اندیشه شاه به او حد اقل فایده می آورد یا مثل میتریدت که به پدرش اریابرزن خیانت کرده است یا مثل
ریامی تیر که زن و فرزندان و فرزندان دوستانش را در مصر به حیث گروگان گذاشته قانونی سوگندهای بزرگ را پایمال کرده است، سزاواری مکافاتهای عالی می گردند. با دیدن چنین نوع نظامها تمام خلقهای ساکن آسیا به بدکرداری و بی‌عدالتی رو آوردند، زیرا حاکمان چگونه باشند فرمانبرداران آنها نیز اکثراً چنین خواهند بود. اینک در همین زمینه پارس‌ها بی شک و شبهه بیش از پیش بی‌ناموس‌تر و ناشایسته می‌گردیدند. مناسبت آنها به پول نیز به نقصانی قبری خود را از دست داده است. حالا آنها نه تنها جنایتکارانی روی راست بلکه آدمانی بیگناه را هم دستگیر کرده بی یگان اساس به جریمه سپاری مجبور می سازند و چنان است اشخاصی که با ثروتمندی شهرت داشتند نه کمتر از ترس آنهایی که بارها قانون را ویران کرده اند می لرزند. از این رو افراد ثروتمند نیز نمی خواهند خود را به چشم قدرتمندان این دور نشان بدهند و حتی جرأت حاضر شوی و خدمت در لشکری شاهانه را ندارند. اگر هر کسی که با پارس‌ها جنگ می کرد امکان کامل پیدا می کرد که به سبب چنین بی‌عدالتی حاکمان در نزد خدایان و در نزد قوم خود در کشور آنها بی جزا حضور داشته می توانست. بدون شک طرز تفکر پارس‌ها نیز نسبت به دوره‌های پیشینه به مراتب پستر فرآمده بود. در واقع من اکنون نشان می دهم که آنها در نسبت بدنشان نیز مثل پیشتره غمخواری نمی کنند. از زمان قدیم برای آنها عادت شده بود که در نزد آدمان توف نمی کنند و بینی نمی افشانند. روشن است که نه از ترس بیهوده صرف کردن نمی زیادتی بدن بلکه از روی خواهشی تا عرقشار شدن بدنشان با مهنت این قاعده را رعایت می کردند. حالا عادتی توف نکردن و نه افشانیدن بینی باقی مانده است، ولی زحمت بردن در شرف آنها جای ندارد. بعد پیشتر در عادت آنها قانونی بود که در یک روز یک مراتب خوراک خورند تا وقتی باقی مانده را برای مشغولیت‌ها و مشق‌های گوناگون صرف کنند. حالا هم عادتی یک بار خوراک خوری در یک روز باقی مانده است، اما آنها وقت به اجرای آن آغاز می کنند که اولین پرندگان سحرخیز صبحانه می خورند و سپس تا دم پیوسته می خورند و می نوشند که به وقت خوراکخوری تنها شبگردها خاص است. در بین آنها این چنین عادت معمول شده است که محفل را تا به حد به کار رفتن نیچه های قیکنی می رساندند. واضحاً با نظر داشت آنکه نوشیدن معتدل شراب به حالت روحی و جسمانی انسان تأثیری کمتر می رساند. این عادتی به کار گرفتن نیچه های قیکنی تا به حال باقی مانده است، اما امروزها آنها چنان می نوشند که چنین نیچه ها را به کار بردن لازم نیست، بلکه خود این گونه آدمان را برداشته بیرون آوردن لازم است، زیرا آنها از محفل با پای خودشان بیرون رفته نمی توانند. عادت دیگری نیز داشتند. در راهپیمایی روزانه نه خوراک می خوردند و نه شراب می نوشیدند تا که به شرافت آن در پیش نظر همگان نیازهای طبیعی خود را اجرا نکنند.
حالا هم این عادت خودداری نمودن از قضای حاجت طبیعیشان حفظ شده است، اما اکنون راه پیمایی هایشان چنان کوتاه است که چنین طریقه خودداری نمودن دیگر یگان کس را در حیرت نمی گذارد. علاوه بر این آنها چنان زود به شکار می رفتند که تنها یک مراتبه آن برای آب و تاب یافتن خودشان و مشق اسب‌هایشان کفایت می کرد. اما از آن دمی که شاه ارتاکسرکس و نزدیکان او به مینوشی عادت کردند، آنها دیگر نه خودشان زود بره پیمایی می برایند و نه دیگران را با خود به شکار می برند. گذشته از این، اگر کسی خود را از حد زیاد مهنت دوست نشان دهد و با سوارانش به حد بسیار شکار کند، دیگران به چنین شخص با ناراضگی آشکارا مناسبت نموده برای برتری او نفرت ظاهر می کردند. همین طور عادت تربیه پسران 12 ساله نیز در دربار حاکم هنوز فاعل است، اما تعلیم اسب سواری را با تمام مشق‌های ضروری آن کیها به فراموشی بردند، زیرا مکانی نیست که در آن مهارت خود را نشان دهند و به شرافت این مشهور گردند. بعداً در زمانهای پیش کودکان در آن جایها در دادگاه‌های مختلف حکمها را در باب جنایت‌های مختلف می‌شنیدند و به وسیله آن بی‌شبهه رفتار عادلانه را می‌آموختند. ولی حالا این عادت نیز تماماً تغییر یافته است، زیرا آنها با چشمان خودشان می‌بینند که هر کسی بیشتر رشوه دهد غالب خواهد آمد. شما گفتار 77 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمپور شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.